دوستان و همکاران گرامی، روزتون خوش و کسب و کارتون پربرکت باشه انشالله. در حال برش کار باگت درو هستیم و خواستم از فرصت استفاده کنم و نکته رو یادآور بشم برای دوستانی که تازه کار کلاه رو شروع کردن. چون ترکای کلاه کوچیک هستش و اکثرا دارای قوس هستن، ما هنگام برش قوسایی که رو به داخل کار زیرشون کوچیک در میاد و قوسایی که رو به بیرونه زیر کار بزرگ میشه و این دلیلش اینه که شما محور برش قیچیتون باید حتما مماس و یا موازی با خط الگوتون باشه و اگه این کارو بکنید کارتون به هیچ عنوان کوچیک بزرگ در نمیاد و برشتون یه برش تمیز و صافی میشه. و مورد بعدی این که اگه میخواین کارتون حرکت نکنه و یا مشکلی توی برش پیش نیاد، حرکت دست شما با برش باید کاملا هماهنگ باشه و این تقریبا با تجربه به دست میاد.